1 و 4 با هم، 2 و 3 با هم. خونه 4 قیچی شد، خونه 1 دونه فیلر 25 دود، فیلر 20 هوا. بچه فیلر هم جوری تنظیم میکنیم در مشکل بره بیا زیر دست. دود 25 هوا 20 برای فیلر پرای. پیکا طریقش همینجوریه ولی فیلرش 25. دود هواش همه 25 پرای. در این حد باید ببینیم. بنشینه یعنی پیچی شد، خونه 4 میگیره. باز هم به همچنه دود 25 هوا 20 همه تا آخر همینجوری میگذره. برای کاربردی باشه، الکتریک باشه. میبری بازی کرد، میبری رو میگیری. اون 3 دیگه راحت جلو خونه تا فیلر ماشین میتونی بزن. فیلرگیری ما تموم شد. این چرخه یه بار دیگه تکرار میکنید. فیلر جای صفر باشه چرخه بعدی اینجا خودش قشنگ نشون میده، یعنی 2 دست فیلری زنه. دیگه ما آموزش رو درجان دادیم فیلرگیری رو. شما هم برام بندین، لوتیگری کنیم، یه لایکی، کامنتی، حسابی حمایت کنیم بالاخره. مرسی، دمتون گرم.